بسیار خوشایند است. یعنی راستی هم در ولایت که میریم همون زیباییش از دیگه ولایت که زیادتر می باشه. حالا آمدیم جبیر جان، جبیر بیای طرف اینجا آخرین همون جای آبشار است. در این بالاییش هستیم ما فعلا در بالایی آبشار قرار داریم. ببین جبیر جان این زیبایی ها رو ببین. یا الله خیر پرده، یا الله. بخیرم که رستم از این دیگه سلو سلو میاین. ما هم در بالا شده میریم. ظاهر جان نلخچی خسته نباشی بیادر. سلامت باشی بیادر. چطور هستی؟ خوب هستی والا؟ چطور است؟ خیلی طبیعت زیبا، خیلی آبشار مقبول. کدام قسمت لوگر است بیادر؟ ما در منطقه آپران ولایت لوگر هستیم. فکر میکنم مربوط زیدآباد میشه. ولسوالی محمد آقا میشه. خب مربوط هر جای میشه از افغانستان است. یک جای بسیار زیباست، بسیار مقبول است. آب بسیار شفاف روان است اینجا. بیشتر دیدیم در قسمت ها مایع هم بود در اون پایینکای آبشار. خب محیط نیه متوجه نشد. باز بردشان میتونه. خب تصویر محیط رو میگیریم. دیگه رستم جان و عظیم جان به نظرم نتونست بیایم. نام خدا و وزنایشون کم دوستا ما و جبیر جان هم تو رفته میریم. بالا بریم. بالا رفته میریم یه سر ببینیم چی گپ است. پروا نداره بیا. بیا بریم. خب وقتی که میایید آبشار رو در کوه و دشت بیابان که میای کرمچ هم بپاشه. دوستان ما آمدیم در منبع اصلی آبشاری که رسیدیم. آره پس میریم پایان که یک جای زیبا و دیدنی دیگه هم هست و منطقه در پایین تر او رو به شما به تصویر میکشیم. جبیر جانم کرمچای خود نپوشیده، پایلوچ آمده که پایکاش سنگ نره یک دفعه. خوبیش دیست که می سنگای دریا کمک لشم است بیادر. لشم است، پای اذیت نمیکنه. اذیت نمیکنه نه. کوشش کردیم سر سنگای کلان کلان را بریم. چطور؟ ما بیادر چاپگاهی ما کشیدم که خار نداره. خوبیش اینه میست که خار نداره. دوستای دیگه هم در پایین هستن. ما رو همراهی کنین دوستا. چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما رو لایک کنین، کامنت هم بتین و بر ما جای زیبای افغانستان اگر بر شما معلوم باشه بریم طرف شما بر ما بگوین که ما در قسمت‌های زیبا بریم و بر شما تصاویر بسیار خوب بگیریم و منطقه‌های خوب دیدنی را به دوستایی که ندیدن معرفی کنیم. چطور جبیر جان خودت چی گفتنی داری؟ با دورترین زیباترین مناطق افغانستان سفر میکنیم. بهترین جای افغانستان رو به نمایش میتیم. دیگه چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله هم فشار بتین که اولین ویدیو بر شما برسه وقتی. امی زنگوله بسیار مهم است. اونم رو باید است که چی کنند؟ باید است که فشار بتن 100%. اگه این دفعه کسی چینل یوتیوب سابسکرایب نکرد دیگه دفعه میلا باز میاریمش. اینجا میاریمش. باز اینجا میاریمش. اگر سابسکرایب کرد مثلا سابسکرایب کرد بالا داریم. قسم هم بیتونی بیا دست بده تاش نمیتونی بیا در جان بیا بس بیا نه تاس ما هم رایت هستی بیا شیرمایی بیا شیرمایی بیا دست بده نمفتی سایک
نه بیادر نه دست تو که سر دست خودم زیاد اعتماد دارم باور کن خود دلت دیگه مقصد باز نگویی مزگار سمجا نه څنګه چل دی کشته سو په خیر سره ټول راځه چې جبیر جان او مشتبه جان څه کوي چې اوس حال نفت بینی خود را هغه تراشه هغه ته پیاده کشه شایسته بیا وای بیا دو دیگه تو ندیشی کی بوشه بیا دوستان السلام علیکم وقتتان بخیر امیدوار هستم همگی جور و صحت سلامت باشن امید است که جور و صحتمند باشن آمدیم در یکی از نقطه‌های قله کوی بابا دابشارش آمدیم کوی بابا نیست ولایت لوگر است ولسوالی محمد آقا منطقه آپران نه امی سلسله کوی بابا از اینجا شروع شده نه از دیگه جای سو کوی اندکوش خیلی میگیره حالا بدارم این جغرافیا رو که یاد نداره چی ضرورت است شروع میکنه بارش و در جغرافیا کو سنگ خاک اینم چیزاست خلاص دیگه باز موقعیتم نامش گفته شده یار در جغرافیا جز مساحت دیگه چیزی هم نداشتم خیازم جان تو بگو دوستانو بابا خوری راغلی وړکی افشار ته راغلی لوی افشار لا پاتې ده وړکی افشار کې دومره ستړي شولو چې دا دلته ناست یو پورته وختلو یعنې ډېره ښکلې منطقه ده او ډېره لرې هم ده ډېره لرې ده وروره فکر میکنم دلته بسیار دور است فکر نکنم که تا اینجا آمده باشه اما از مردم لوگر حتما آمده نه مردم لوگر نظر به تحقیقات کردم تقریبا از 100% مردمش 99.9% مردمش نامده اینجا مرگم باور کنید راستی هم هیچ کس نبود نه ما جزء اولین یوتیوب چینل هایی هستیم که قسمت ها را آمده ما دیگه نمو تو تا جای میریم که از دیگه که نرفته باشه شاه فکرت خواست فکرت هست دا ځای نه په کوم یوټیوب چینل کې پیدا کوئ صحیح نه په تلویزیون کې پیدا کوئ دغه ځایونو ته ځو چې یو ځای کې تاسو نه پیدا کوئ لږ باران راغلی دوستا بیان که بریم آبشار کلانه ببینیم جوبیر بریم اخیر یالا باران هم اومد او نفر گفت اگه باران آمد بفهمید که سیل میپسرش ظاهر جان در این بالا خو سیل نمیاد دیگه در بالا که باشه سیل از بالا
خدایی که سیل شد. ما بسیار خوش شدیم از سیل. سیل این چکوری رو پر کرد. شما بالا آمدید. ما بالا آمدیم. آفرین. یعنی فکر کن که در وجود هر انسان یک ماهی رو منفته است. یعنی کس نکاشتنی؟ خودرو خیر ملاقی باشیم خیر. مگم بازم سعی کنی؟ بازم سعی کنم بازم اگر سعی کنی میخواستم بگیرمش بگی که نلستی سنگ کیلو کدی مهم است. سنگ پای بیل نه والا. دو سال وقتی که اینجا رستم میگفت میکشید. دو سال وقتی که اینجا من متوجه سنگا باشین. همون خواندن از میگه که سنگا لش مثلا میفتن پسکی. متوجه می نقطه زیادترش خودتان باشین. اینجا سنگا لشمه که من سلامت بکنم. یک بوسه از دور بکنم. خب این تاشین باید خیر جواب جان یک دفعه دیگه گرفتم میکنم شاهزاده دیگه من نه سوپرمن هستم نه تو چی هستی اسپایدرمن هستی مگرم خوب خاکپور شدی پورا خیره ایده کی پس میشوید مگرم بیچاره جواب شو برایشم کردم باشه که چشم تا نخوره در چوبک دقیقه که بارانم قایسته آمده رئیس اگه ما رسیل گیر کرد شما هم چینل سابسکرایب نکردین نه؟ با خدا دمی او غرقتون میکنم همون خودش خود چه خبر؟ ده نه خود چینل سابسکرایب کنم گفت کمیش ما یک زحمت میکشیم نه کامنت داد که داوچار را چیز بره نیاگارا بره بیا آبی از دوستان ما امروز فواد جان همراه خود آوردیم و فواد جان بسیار زحمتکش بچه است نه؟ بله بله جان دیگه نمیفهم برداری ما از صحیح شبکه همراه را نشان میده هم ویدیو میگیره نه امرار هم چهار همین فیلم برداری ما درست چی جور کرده بودیم یک نفر نیستی ظاهرم من سره ده جانم دیر زحمت مقصد ظاهر جان اگه تو خانه رفته نیستی برو که صد ناخ نشه نه ما اندیوال نسپران نیست که تنها الا کنیم و یک خصوصیت داره این سنگ و ریگ اینجا آدم کش میکنه طرف خود تو را کش کرد؟ خوروان است خشیر خم کشت کرد سنگو باز دیجه اوه هودو چی تشکیل دادی؟ تاریخچی این سنگ تشریح کنه چیش؟ والا این سنگا رو نه من تاریخچی سنگ تشکیل نه هیچ امکان نداره تاریخچه نداشته باشه بخاطر که خیلیش سنگا پوسیده بیاد که متوجه شده میگن وقت تاریخچش خبر دارم براتون میگم در دوران خیر قنوس علیه السلام خیره بانش بیاد برو خیر نه خب برو کسکو برو تو با کسی این مگذارش رای ما زیاد است بیاد خب ما از رای ما چی فکر کردی میگی رای ما زیاد است رای بردوغان برد دیگه این دو بالا ولی یک دونه جوی بود اونجا اونجا بزرگوار اونجا تمام کام بود اسمی بگو دو اونجا یک دونه جوی بود و این جوی بسیار خورترک بود فقط همون آجی بابا اونجا میرفت و خلاص باز کسی آجی بابا صوفیت کنی یه تو دریاست که این ما خیز است پیش میده نه ایگو بیادر کرمش بپوشین داد والا کرمش باید بپوشیم دیگه در تو جایو کرمش باشه با بیادر خود در قزنگ بزن چی کرمچای ما بیادر خود رفته در مسابقه بیادر نه همون دیگهش میگه کرمچای برابر بینیامین زرد کلای ما چی کردی دوستان و دام لوی ابشار داره باز آب کرده بود نیست خیره برسته نه طرف خودم نوزوست دوستان و خراغاست بدقیق فراون نکی دوستان و لوی ابشار تم رو رسیدلو روسان دوی وڅومره کته چند متر پایین هستن و 7 متر میایه بیاد 7 متر 1.5 تا 200 متر پایین هستن والا خیلی زحمت کشید جان پایین رفت که بر ما تصویر بگیره چینل یوتیوب پنجره رو سابسکرایب بکنین از بهترین جاهای افغانستان دیدن بکنین
چینل یوتیوب چی میگه چینل یوتیوب سابسکرایب کنین که بهترین جای افغانستان براتون با تصویر بکشیم. مکان برای با تصویر کشیدن زیبایی‌های افغانستان. آفرین دوستانو زمون چینل در سره سابسکرایب کړئ لایک کړئ موږ ویډیوګانې او در سره شیر کړئ ترڅو داسې ښکلو ځایو ته افغانستان لاړ شو او داسې ښکلې ویډیوګانې ورته جوړې کړو البته داسې نقطو ته هیڅوک نه دي راغلي هیڅوک نه دي راغلي هیڅ یوټیوب چینل هیڅ تلویزیون دوستان په موږ باندې حق لري چې دغسې ځایونه ورته ښکاره کړي هغسې ځایونه خو هر څوک ورته ښکاره کوي که څنګه په یوټیوب کې دوستان عزیز ما در یکی از نقاط بسیار زیبای افغانستان در ولایت لوگر آمدیم این منطقه آپران میگه و به این شکل بهترین جاهای افغانستان رو به شما به نمایش میکشیم ما جاها رو میایم براتون نشان میدیم تا فعلا ندیده باشین از هیچ دریچه چینل یوتیوب پنجره رو سابسکرایب بکنین ویدیوهای ما رو لایک کنین و زنگوله رو هم فشار بدین فعلا به نظر ما 1.5 ساعت متر رفتن ما بلند است مگم فکر میکنیم از 1.5 ساعت متر شاید زیادتر است همین خوب است بیادر که از اینجا پایین شیم باران هم میایه شمال هم هست مشکل نبیه هغه کس هم ګور په لاره کې ویلې وایي باران ته متوجه و راسا چه حالت وګورو جوای جان راسا زیبایی را ببینه جان وروره که چېرته دا سړکونه ده زمونږ د وطن د هر ځای پاخه سي ډېر ښکلي ځایونه لرو والا راځم رستم جان راځم از داخل کوک او راضی والا مگم فوا جان از داخل کو ببینین واتر میاد این چشمه لیلیسه خیر نگر خیر رسال خیر خوب این در زمانه قدیم یک پادشاه خیلی ظالم بود خب منطقه و زمانی که دور پسنه ببینیم سنگ سر سیمی مجنون مانده بود مجنون دیگه چی میکرد او بیادر مجنون خواست افغانستان نبود مجنون دیوانه بودن لیلی مجنون زمانه او بچه یک تا پادشاه نبود دیگه آله در زیر سنگ پس کن مجنون است خیلی بریم امرو میکشیم که او گار نشه بریم یک دقیقه و لیلی اینی شیشته بود جیران میکرد و این بس یشک لیلی دیگه یعنی آفرین بیا که بریم نه و اینی مولی لیلیسه خو یا بل خبره فراموش نشی پوشوی یا بل خبره چه امنیت بیخی فوق العاده خدا پوشوی شکر الحمدلله ایس مشکل هم نشته دا موټر می په قبل غر کې درولې دی پوشوی په قبل غر کې موږ راغلی دلته یو 3 کیلومتره خو لري دا موټر او 3 کیلومتره بیخي خراب نه دا وروره تاسو ټول راشه میله وکای تفریح وکای سرګرمي وکای
پنجره یوتیوب چینل سابسکرایب بکنید او دا دیر مهمه خبره ده البته چې راځي کرمش په خوی موږ باندې په دې بوتانو کې رانه سي دغه سره راځي دغه سره کرمش رازا جمعه جان که گفتن کامنت داده بود که اینجا بیاین خوب جای کامنت کی کامنت داده بود نداده بود در عکس ما کامنت داده بود خود رقص پلان داری کجا بری بعد از این منطقه بعد از این شالا پلان داریم که زازه یوریو بریم آفرین من میگم پرتو چکتا خوب شده میریم آفرین زازه یوریو چهارراستی هم میریم بعد از او بازو میریم همین سره که خلاص میکنیم بالاخره تمام افغانستان هم میگردیم خود زایین و آدرس مونږ ته په کومنټ کې لیکئ چې همدا ځای ته راځئ در چهارراستی میریم شاتوت میریم دیگه جاش نه کجا میریم شاتوت بیخی سایز یعنی جای هست به نام شاتوت شاتو یا شاتوت شاتوت شاتوی لوده است شاتوت گیردی که څنګه بس نون عمل ته به پښتنه وکړو که دا اوس معلومات ورکو بیا ښه نه ده خلک دوستا چی کردین؟ ساعتان تیر شد والله کمکه؟ خب ما شما بیادر اینجا خود دیدیم بریم یک آشپزی نکنیم والله خوب گپ است بریم بیادر خوب باران هم میباره بس چی چی خوش داری که امروز برات پخته کنم بگو ما هم تو پخته کنم میتونی؟ بگو برونی کچالو رو خوش دارم بازارت تو پخته کنم برات خوشت به اندی والی بریم برونی عظیم نه تر والا دومره وګرځېدې 3 کیلومتر پیاده آمدیم تیر نشید گپ مرد یک گپ است نه کارایی کچالو نه کچلو همین کچالو که از مرغ غریب است بیادر ما شما آمدیم همین چه خوب یک آپشن انتخاب کردی بسیار زودم پخته میشه چون باران از زود خلاص دوستان زو بس دی کچالو بورادی خورو او باران موریږي بیا سره جن لاندې خشته یو له خیر سره د دې په خیر سره وځو د سره چې سلام میلاو راسي پاس اونجا میره سلام بالا تزو او تو دا اخوا وګوره وروره دا دومره پایین اومدم که یارم پیش موتر باید 3 کیلومتر دیگه هم بریم به پای پروا نداره میریم هیچ مشکل نیست میریم دوست عزیز شما به خاطر چینل یوتیوب راست میگی شما چینل یوتیوب پنجره رو دیگه سابسکرایب بکنین اگه سابسکرایب نکردین اونجا بالا تو نگره پایین میندازم تو و مرا گپ است میندازم میکنم ما تو هیچ میاریش خودش بیا نه خودش بیا دیگه دوستان عزیز چینل یوتیوب پنجره رو سابسکرایب بکنین ویدیوشم لایک کنین کامنت بتین شیر کنین ما جایی میایم که دیگه کس نامده باشه کوشش رو میکنیم سابسکرایب کنن که جای لوکس ببینید نزدیک کدام لوکس ببینید از این کدام لوکس ببینید جای رو دیدیم که بیخی دیگه شما ندیدید ببینید شاید بسیار با شوق و ذوق شما بیاین بخیر باشین دادر بریم یک خورمه کچالو حازم جان آجان ورزش زمان چیست؟ زمان نفسنگی بربادی نفس من آخر میسازه چی با درد میخوره آوازه برو بریم خوب از آمد شده دیگه نه
او بخیر لالا شیما کن هایدم بخیر حالا که وضعیت جبیر خوب نیست بیا حالا شیما باش کن یکی از شیما یکی از کن نفرای مامان باش تو میتونی حالا میتونی حالا یا پیر تختم باش کریمش رو رفته و ششتیم سفید شده اوی گوش یالا دوستا رنگش سفید پریده فشارش پایین شده میگه کریم رفته هم رفته موارد تندرست باشین بشک کی گفته بود که دیگه افشار میم اونو جبیر ولی ما حوصله لد کدرش ولی ما نفرزن داشتم ما رستم ما گفتی مرکز لط میکنم یالو بیا کوز پایین اجازه نیست حالا حوصله را دارم بچهش جانو برآمد دیگه من تیر از آب شد والا خیلی ورزش کو بدر ورزش کو چی ورزش کنم دستم ناقا کنم بالاخره رسیدیم پیش موتر هم اون طرف دیگه اون پا پیاده روی داریم باز که موتر باشه باشه چرا باز بودم خوب بدر همین امنیت که خوب باشه صحیح همین امنیت که خوب باشه چیز رو قایمش کنیم من ایش قسم میرم تو لاک قربان نیست یاد رفته بود جدا گفت شب باور که قایمش نه کردم یک اعتماد به نفس نکنین نباشین دیگه نه دیگه بدر ما شما در قسمت هستیم که هیچ رستم جانم امنیت هم چخی او دست موتر تا تر برابر سی او چی کی نی وهی بازم باشه قربان جان بیخی که در کبان باشه می موتر میگیره به بالا شیم بیاد پشتیم کپانم رسیدیم بخیر مرا چرا تا خب جان بیا اگه قوره میخوری اگه قوره اشتیا داری خب بیا این در تلخ شد تلخ جان ما گفتم تو مزه نمیتا غوره زردولوس همین داره این غوره زردولوس بله به شفتولو گاز کدوسا اوه خیره که ما کامرا را گرفتین بر ما نمیتین خیر باشه باشه بار بیار نه خیر برو آمدی خودت این چه رقم شم سفیدک شم سفیدی که نکنی بدر شما نمیتین مقصد آقای سمجا زاید که نکنه ما اینجا آمدیم که آشپزی کنیم بخیر اینجا
یک منطقه خوب پیدا میکنیم. خب باران است، میخوایم یک دم به خلکای دریا یک جای خیمه بزنیم، یک آشپزی شما مرج میره خیمتون میزنین. والا بچه باران است. رفته به خاطر رفته؟ خیمه باران به خاطر باران. اگه سایه باشه؟ اگه سایه باشه هیچ خیمه نمیزنیم باشه. به خاطر پشه باشه. متوجه نبودی؟ نه متوجه نبودم آقا. این حال جواب ماشم ظاهر بیچاره چی جواب میده ولی. خود ظاهرش میگه خیلی کم باز بخورین خب. اونجا بودیم نه؟ کم نشته ورو خوی. از جگه چی هم دوستم جان. این چیزی که چی سیب. اوری سیب یا. این شفتالوسه. نه اونو سیبه. بیا نه اون رو دیدی برای چه ترافیک تیجیب کرده بگم چی؟ آمد دوستای عزیز ما به محل تفریحی خود که منطقه زیدآباد است رسیدیم بخیر دیگه یکمک پیاده روی زیاد کردیم دوستا کلی خسته هستن منطقه زیدآباد قلعه خواجه قلعه خواجه بله قریه قلعه خواجه است دیجا نفر که ما را آورده بود پروموشن منطقه خود کرد خیره دیگه خانه ظاهرشان ما خانه ظاهرشان ما دیجا یک برانی کچالو پخته میکنیم دوستان بسیار اصحابشون خراب است خب میگم دل رستم جان شده بود گفتم میره پخته میکنیم ما کامل سودای زبور رو گرفتیم پیاده روی که زیاد شد حالا کلگی میگه چرا اینجا گوشت نیست خصوصا از اینجا شروع میکنیم بسم الله بسم رستم جان مونده نباشی از بجای مانده نباشی بیا کار قربانت شوم ما کمره را صد داشتم یکیتان بالای سر دیگه هستین نان زده رسین نان چپاتی دیگه تا رقیب برو بیار بان مرا گیری برتون جور میکنم اشکای چشمت به خاطر است اشکای گرم دلیلش چی است پیاز است نه دلیلش عشق وطن است که مرا دینجا کشانده تعظیم رو دروغ میگه جان شروع کردی بخیر ترکاری شروع کردم بال رنگ کرد چای میخورم عظیم جان اول تو رومی را ریزه کن رومی را چی میکنی؟ رومی را قرمه جور میکنم رومی را پرت بده دیگه زنده چی میشه؟ بیازم میتونی زنده
من خیلی میره بده نه خواهی رازی کنم بگی بیادر خرسم جانا ارومی میره که بیدیر دیگیری پالا بخیر چه شای کبی خطکه جوره برو خطکه؟ خدا خیلی تیز شده از این معلوم میشه که نه از اول تیز بودی ماشاءالله در خانه کار کرده ماشاءالله چی تشکیل میده شما روزانه در خانه چقدر میره میکنی رستم جان والا نظر بلد خوردگی مزه اول لط میخوری باز میده میکنی یا نه میده کردی باز لط میخوری نه که این رقیب رو دیدیم رو میره که تا میده که لط نمیخوری شایسته زایده ای که نه بسیار جای مقبول است بسیار جای مقبول بیشتر زاهر جان آمد گفت که خوب شد که آمدیم سیل آمد نه حساب شد آه والا معلوم بشه که طرف بارون هست تا بالیم مگر مقدی سړی خبره رښتیا ولا مصطفی جانه چې وی ویل کنه وای پام موی که باران سوزان باسی رښتیا ده تجربه دارم دیدم دیگه تجربه داره اگه ما میبودیم زاهر گفت که سیل آمده سیل آمده تو از چی فهمی؟ بخیر اومده اینجا چی داره نه اینجا نداره باز یه مدایشون خیلاق رفته آبشار میشه میبودیم دیگه بیازم اما هوا میاد دیگه نه خوب شد آمده خوب شد سیل ما رو نبرد اگه اونجا میموندیم سیل میامد باز چی میکردیم عزیزم من خواب بازی رو یاد داشتم بابا جان شما اگه مشتاقی نشه چی میکنه کار کنه چقدر مقبول اومدی دیگه تشکیل دادی تو حالا خارخونده که چه قصه داریم بچه وقتی که میگه پسان کن مدخل جمع جو کن برو جورسی میکاب بیارم نه بدر اگر تانستی یک موی خوشکن بیار که یکم موی مایالت بکنی تر سعی سال شمال میشه دل جمع برو چی میکنی که یک چیز دیگر شنیدم پیشتر چی را؟ مشتبه میگم اگه در آریوب زازه چیز میکنیم ما پیزا پخته میکنیم مثلا اینکه در دوزخ شیریخ بخوری نه راست میگه بیادر بهترین گپ است در هر جای هر چیز که دلت شد پخته کو بخور بیادر یه کم خود مشتبه نمیشه جان خوب گپ است بهترین گپ است امو موقعیت امو پیزا صحیح نه از این خودت چی گفتنی؟ پخته کنیم بسیار کیف میکنه خودت چی گفتنی داری از اینجا؟ والا میگم بر من نمیاد چیز باشه فقط بخورم اما هیچ مشکل نیست خب مقصد پخته شوه نمیشه پخته خب میشه انشالله خب اوه شاهزاده مشتبه واری آشپز داری دیگه پیزا چیه؟ ماشاءالله تو بشه پسان اگه می یوتیوب چینل ما پیشرفت نکرد خودم اگه آشپزی کنیم در اگه دفعه والا اگه خط به خیرات تفاق خواست میدی 4 نفر هستیم فهمیدی اینمی فایدهش به ما میرسه یا ما سالاد جور کنم در یک رستوران خودت آشپزی کنی رستم اما یک گپ است که جوبیر بیکار میمونه چون اینجا دیگه کامرا نیاز نیست والا نه خب وزیرم یگان یعنی سالاد جور کردن چیزا رو یاد میته امیدوارم من بادرنگ پوست کردن یاد گرفتم آفرین باشه شمی پیاز من زیاد سرخ نمیکنم خب
شما چی کنید امو رومی که کمک توتا کرده بودی رستم؟ صحیح است عظیم جان؟ رومی تو تکدگی؟ نه رومی چیره خورد که نه اینجاست لالا. میگوری من اول کار دارم نه؟ از خوش. او رقمی خود نمیشه دیگه. غیر از کم از بگی. کم کار داری خیلی؟ فرد این برو یکی موزاری که بیماز شروع میکنی چی بود؟ یک سلات داریم. سلات ما داریم. خب؟ یک کاسه سلات موز داره کاسه موز خالی. یک کاسه موز. بوی خوش کشیده والله اینا بسیار گپ رستم جانه مساله انداختی نه از خاطر بوی خوب کشیده آفرین سایکو رنگش سایکو بیا رنگش سایکو رنگ دیگه از اینجا ای ماشاءالله لالا یا قاچاق قبل آره انفجار شد نه سنگ بود انفجار شد آبی در آنها خو سنگ کشیسته بود اون دود است چی است خیلی؟ سنگ است سنگ آبی در آنها دود است آبی در او جوان خیره ورخطا نشو رستم جان ورخطا نشو دود است خیره دود نیست و گرد است پیچی دیکو پیچه موگی مغری خواه ایلی چی بینی؟ او اضافه است اینم پاسا کنم خیلی آخر که با بیاده دیک و گروه سه رقم واو اگه میگه کم پردون بید بازش میکنیم اشتباه جان جبر جان یک دفعه بازش میکنم ببینیم که چطور شده خب گپ نست باش بسیار ماشاءالله چی رنگ روی کشیده خورده منکر که میگن امیره میگن تو بگو یک روز بر ما چپس پخته کن دیگه آجت یه چیز نیست امی چپس دا چیز پخته نکردم برتان در بامیان نه او را خود آماده کردی تخمان پخته کردی آه یخمه شایدی میکنی آنها لالا زیر است تخمه بدم نکنم چی دو لالا زیرم تخم تو پخته کردم رست عظیم جان کدوم داده قاشقه که ماستور نباشه بیش به نظر من یکمک زره یک چند دقیقه دیگه باید بانیمش یک چند دقیقه دیگه باید بانیمش اگر چیز پخته شده سالم است میمانش که یکمک چی کنه بشاره مزه می نمکه دیگه آه دیگه فقط مساله که 4 سال بخیر که مزه نداره میکشم شد چرت ذکر این رانه جوړه و څنګه دی خانه یک چیز خب طرفه سمتای تخار بودی کندوز درخشان اگه بوی تربوز ما کیلو کی میخوره مردم سر خنده میکنن آه اونجا مردم دانه چند میگن خلاص یکی خلاص میگیرن این یک وقتی که ما از تخار آمدیم با ما کیلو گفت ایران آمدیم که کیلو چرا میگن مردم حالا نه که دیروزا کیلر هم با کیلو سلام میکنن مدرسه نیست اطراف درسته بود یکی دارم چیه؟ یک میلیون نمیخواید ما
یک دو سه یک تست چی میریم یک تست میریم صحیح است؟ نه ته متوجه از دگاه باشیم خود حرکاتش صحیح است؟ نه سوخت نه تر بندازم نه انداختم دیگه آرد چرا خم همونطور نمیدازم ما پس کویتو نزنه تو ما شروع کنیم بداره یک دو سه بیشتر کو خلاینال ما چرا دبا گپ تیز نپرتیو بچه رفتی شور خوردی شور نخوردی گپ میزد ما سایه شور خوردی بزرگ کامراست ايش قلت لك انت شفت بغيت تصدق وين ما passa Dobra, sa. mar passa Sai truna kat, sai. باید از چی که پرتا بلند پرتا خو خی بگی چی حالا سرما بیده مشتبه میزاده اوت شد یه موتش بوزیده میکنه ما اردوی با برا دسته چی نه شاهزاده تو نمیشه قربانت شو برنده معلوم شو یا کال دا دل از یه چیز نگه شروع یک دو سه رفتید نه خراب انداخت دیگه یه اوت شد رستم خراب انداختی بزرگوار دنجش توپ خورد رفت بازور انداختی تو بازور خیمه با رضا تو میرم پیش من نه حسن برو حسن نه اتو نداد اتو فرس پارتی که دینش بخور بگیری خبرش دازه با من اگه شد بخورم نه مکم زید مکم زبیر جان برنده مسابقه را اعلان کن عظیم جان خب سکو بیاده برنده دست خدا بالا کنه رستم نظری برنده شده بره بخیر طرف نار خوردن خیلی تسوگی 6 کیلومتر 6 کیلومتر راه گشتیم فقط به خاطر که یک موقعیت درست انتخاب کنیم ما آقام سر رقم 8 کیلومتر گرزیدلی است دست کاتاسی بیرد از آسمان او بچه غیر خم قصر انداختی چی که پس مثلا چی قرار مسئله از قرار است مثلا از قرار خودتون باختیان با ما برنده شد نه ما برنده شدم خیر فکر کن خودت برنده چی چی در بین بیادران برد اصلا وجود نداره چرا نداره چی فایده تو بودی این فاید چرا میترسی نکن خوره رو نکن که آجی صاحب میبینه که آجی صاحب میبینه نه تو خدای خیره با ظاهر چی جواب بده ظاهر چی جواب بده خب راستی یک چیز کن یک بوجی یک بر که خوره جمع کنم بخیر دوستا بیان خیلی بریم نان بخوریم باز بعد از نان بریم خوره جمع بریم بریم نان بخوریم ما رفتیم نان بخوریم که بسیار گوش نشدیم رستم جان بدلت خدا کنه آماده باشه چیزی گفته بودم چیزی که خواسته بودیم ما رو آماده ساختیم صحیح آفرین دیگه اونم تو راست که در میلی خود ضرور نیست که ما شما از گوشت و برنج استفاده کنیم میشه یعنی کچولو پخته کنیم چقدر خوبش اومده میاد چیرش سعی کنیم خیلی خوب شما نوش جان کنیم ترکاری مهم است باید ترکاری نم استفاده کنیم از رنگ رو خودت معلوم میشه که باش که ما میگم که بخوریم که ببینیم که مزه چطور است چقدر داغ است خیلی خوب شد بسیار مزه‌دار است خیلی مزه‌دار است دوستان عزیز شما کوشش کنید در خانه‌تون برانی کچالو پخته کنید بخورین یک چیز خیلی مزه‌دار است اما قسم دوستان جان میری گوشه بارم مگه دست سین بر بزنم با شما غذای خدا بخوریم دوستان رو به خداوند میسپاریم بله شب و روز و وقتتون خوش خدا نگهدارتون یک چیز از یادتان نره کوچیز سابسکرایب لایک کامنت زنگوله را فشار بده آفرین و ویدیو را شیر کنید شیر کنید څنګه ورور د په پښتو کې مې یو روایت دوستانو ته دوستانو زمونږ میله هم دلته پای ته رسیږي نو په اخر کې زمونږ هم دغه پیغام ده چې زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ ویډیوګانې شیر کړئ
او زنګولې ته فشار ورکړئ ترڅو تاسو داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې نور هم جوړې کړو. نو تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. تا میله دیگر خدا نگهدار. سلام.